برس بدهی افرو روژا اکشنبی ریکفتی 13 آدار 12 موشکن بالستی جدر وی سنورن عراقش لای روشهلات و بو آواهی کنسلخانه امریکا الهولیر هاتنا آراسته کرن و هجمارک آوان موشکا ببرهندک تاخن آکن جیبون خلق سویل کتن. هرچند وی هرشا موشکی هیچ زیانکا گیانی لپاشخونه هلان بله کارفدان نافخویی و نف دولتی لپی هبون. هرزی هجمارک آژانس جهانی بلاف کرد او موشک جپارزگاه کرمانشاه یا روشهلات کردستان جلای سوپای ایران و هاتینه هاوتن او حوالاجی زیدر چو راست پشتی سوپای پازارن ایران در آگاهاندنه که دا برپرسیاریا و کریاره بستوی خوبه گرتی و آماجه کره و چنده که اگر انجامدان و هرشه هبونا بنگهن حوالگریا اسرائیلیا لهولیرو به مترسی لسر آسایشان اجتماعی کمارا اسلامی وصف کرد. سوپای پازداران دو پاد کرد که ایدی به هیچ شیوه که دلیو ندانه بچکترین ولوین زایونزم لدوره. لهمبر و راگهاندنا سوپای پازداران و د پیوندی که تلفنی دا هر ایک مسعود بارزانی سروکی پارتی دموکراتی کردستان و مقتدا الصدر ریبر راوت صدر لسروی چند رکفتن لیجنکا و کلین بهتا پیک اینان بودیفچون راستیان دربار دنگوی هبونا بارگهن حوالگریا اسرائیلی لهولیره که بوین بهانه بو موشک باران کرنه جلای سوپای پازداران ایرانه و هر واسه حکومت حرم کردستان جی در آگاهاندنه که دا کمارا اسلامی به انجام دانا و هرش خطابار کرد ات همان دم دا دوپاد کرد و او جهن موشک ببر کفتین تاخن آکن جیبونا خلق سویلن و هیچ بارگه که اسرائیلی لدوروبرن کنسلخانه امریکانینن. بالیوزخانه امریکا العراق جی هرشا موشکی بو سر هولیر ایدانه کرو پیک هاتن سر به کمارا اسلامی و به انجام دانا و کریاره برپرسیار کرن. ماسیو تولر بالیوز امریکا لبغدا د بیاننامه که در راگهاند ولایت اگرتی انجام دانا هرشا موشکی بو سرجهن سویل نشین لهولیر ایدانه دکتن و پیدوی انجام درن و کریاره لسر پیشلکاریا زیق بو سر آخا عراق بهنه سزادان. دهت ازانین اونا ایکم جاره هولیر دکویت بروان جوره هرشن موشکی بله ایکم جاره سوپای پازدارن ایرانه به آشکرا بر پرسیاریا خوش انجام دانا هرش رادگهینید.